سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. من آریام، خوش اومدید به آریاتش. خب دوستان، در ادامه معرفی پروژه های تلگرامی میرسیم به این پروژه خیلی خفن که در همین حال که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم تعداد کاربراش از 2.5 میلیون نفر عبور کرده و خود پروژه ناتکوین هم ازش حمایت کرده. دوستان، تمام پروژه تلگرامی که بهتون معرفی میکنم کاملا رایگان هستن و بهتون پیشنهاد میکنم که به هیچ عنوان از دستشون ندید و روزانه حدودا نیم ساعت براشون وقت بذارید و میتونید در ادامه مثل پروژه ناتکوین درآمد خیلی خوبی از این پروژه ها داشته باشید. پس بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ویدیو رو با دقت و تا انتهاش ببینید و اگه سوال، نظر یا پیشنهادی دارید توی کامنت ها بهم بگید. خب بچه، زیاد معطلتون نمیکنم، بریم سراغ پروژه امروز. خب دوستان، لینک اتصال به این ربات رو هم توی کانال تلگرام براتون قرار میدم و هم توی کامنت اول براتون پین میکنم که فقط کافیه روی اون لینک بزنید تا وارد این صفحه بشید. اینجا هم روی گزینه استارت یا شروع میزنیم و بچه اینجا یه مختصر توضیح درباره برنامه داده که کاری باش نداریم و روی گزینه پلی ان ارن میزنیم. اینجا هم گفته که برای ورود به برنامه نیازه که به وارد وبسایت بشین که گزینه شروع رو میزنیم و یکم صبر میکنیم تا صفحه اصلی برامون لود بشه. خب بچه، تو این صفحه هم گفته که شما میتونید با تپ کردن درآمد داشته باشید، میتونید از دوستاتون دعوت کنید و از طریق رفرال گیری درآمد داشته باشید و اینکه میتونید اکانتتون رو ارتقا بدید. در پایین صفحه هم بچه‌ها آدرس کانال تلگرام، شبکه ایکس، دیسکورد و همچنین وبسایت برنامه رو میبینید. خب بچه، کاری با این قسمت ها نداریم و روی گزینه استارت پلیینگ میزنیم. اینجا وارد صفحه اصلی این ربات میشیم. بچه، بازیش به این شکله که وقتی روی این مترسک یا انمی ضربه بزنیم بهش دمج وارد میکنیم، جونش کم میشه و در عوض اون بالا سکه برامون ماین میشه. خب بچه، بریم سراغ توضیح قسمت های مختلف این پروژه. مورد اول قسمت بالا سمت چپه که لول ما رو نشون میده. وقتی روش بزنیم میبینیم که لول ما الان 1 و انمی که داریم بهش دمج وارد میکنیم یه سری توضیحات دربارش داده و اینجا گفته که این انمی اچ پیش 5000، یعنی با 5000 تا تاچ صفحه از بین میره و اگه این انمی رو از بین ببریم 10000 تا کوین بهمون جایزه میده. و اینجا یه سری توضیحات درباره این کاراکتر گفته که بچه چیز زیاد مهمی نیست و از این قسمت خارج میشیم. مورد بعدی بالای صفحه سمت راست قسمت اسکواده که بچه این قسمت هنوز فعال نشده و قراره به زودی این قسمت هم فعال بشه و زمانی که فعال شد از طریق کانال تلگرام بهتون اطلاع میدم تا با هم یه اسکواد بسازیم. و بچه، اگه هنوز عضو کانال تلگرام نشدید لینکش رو توی قسمت توضیحات این ویدیو براتون میذارم که بچه من اونجا اطلاع رسانی های کانال یوتیوب و همچنین برنامه‌های مورد نیاز واسه ویدیو رو اونجا براتون قرار میدم. این پایین هم بچه یه قسمت بوسترز داره که میتونید با سکه‌هایی که جمع میکنید قدرتاتون رو افزایش بدید. یه بخش به اسم توربو داره که روزی 3 تا ازش در دسترسه و وقتی این گزینه توربو رو فعال کنید دمجی که وارد میکنید 10 برابر بشه که بچه من اینجا این گزینه رو فعالش میکنم و بچه وقتی اینجا روی شیشه بزنید شیشه میشکنه و هر تپی که انجام میدید 10 برابر دمج وارد میکنه. این گزینه توربو یه تایم مشخصی داره و فکر کنم حدودا 10-20 ثانیه است که وقتی اون 10-20 ثانیه تموم بشه به حالت اول برمیگرده. گزینه بعدی بچه گزینه ریچارج که بچه وقتی شارژتون تموم میشه و کامل تخلیه میشه میتونید از این گزینه استفاده کنید تا شارژتون رو کامل پر کنه که از این گزینه میتونید روزانه 3 بار رایگان استفاده کنید. توی این صفحه بچه 4 بخش دیگه هم داریم که بخش اول دمجه که میتونید با سکه هایی که به دست میاریم این قسمت رو آپگرید کنید و دمج بیشتری به انمی وارد کنید. مورد بعدی قسمت انرژی کپه که باز هم با دادن سکه میتونید قسمت رو آپگرید کنید و میتونیم با این گزینه میزان انرژی خودمون رو افزایش بدیم. مورد سومی انرژی ریچارج ریت که میتونید با آپگرید کردن این قسمت زمان پر شدن انرژیمون رو کاهش بدیم تا انرژی ما سریعتر پر بشه. و بچه ها مورد آخری گزینه به اسم تباته که هنوز فعال نیست و قراره به زودی فعال بشه. خب بچه همونطور که دیدید من گزینه دمج آپگرید کردم و لولش 2 شد و الان همونطور که میبینید با تب کردن صفحه
به ازای هر تبی که انجام میدم 2 تا دمج به انمی وارد میشه. خب بچه من میرم الان برنامه اتو کلیکر رو باز میکنم و اینجا میام وارد قسمت بوسترز میشم و گزینه توربو رو فعال میکنم و الان بچه ها گزینه توربو برای من فعال شده و اینجا اتو کلیکر رو روشن میکنم و همونطور که میبینید 10 برابر داره به انمی دمج وارد میشه و همونطور که میبینید انمی رو تونستم از بین ببرم. اینجا بچه بهم اعلام میکنه که شما تونستید لولتون رو افزایش بدید و 50,000 تا سکه جایزه بگیرید و آماده بشید برای شکست انمی بعدی که من گزینه کانتینیو پلیینگ رو میزنم. اینجا بچه ها انمی لول 2 رو برای من میاره و اگه برم توی قسمت توضیحات این انمی همونطور که میبینید من باید 200,000 دمج بهش وارد کنم تا نابود بشه و جایزش هم 50,000 تا سکه است. بچه یه مورد دیگه از این برنامه که میتونید ازش درآمد خوبی داشته باشید قسمت اینوایت فرند یا دعوت از دوستانه که وقتی روش بزنید این صفحه رو برام میاره که بچه ها اینجا یه لینک دعوت به اون میده و اگه این لینک دعوت رو برای دوستاتون بفرستید و اونا ربات رو با لینکی که شما براشون میفرستید استارت کنن به ازای دعوت هر دوست 2500 سکه بهتون میده و وقتی دوستی که دعوت میکنید انمی لول 1 رو شکست بده 12,500 تا سکه دیگه بهتون میده و وقتی انمی لول 2 رو شکست بده 25,000 تا سکه دیگه بهتون میده و همینجوری تا لول 5 وقتی انمی این مرحله رو شکست بدید 200,000 تا سکه بهتون میده. خب دوستان ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. جهت حمایت از من یادتون نره که کانال حتما سابسکرایب کنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید. انتقاد، پیشنهاد یا سوالی دارید توی کامنت ها بهم بگید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.